پروژه وحدت برای ملت ما برابر با ارزش‌های استقلالیت دولتی و زبان مادری معتبر و مقدس است. یعنی کفالت موجودیت و پایداری و بقای هر یک ملت در یگانگی و وحدت ملی میباشد. هر یک انسانی که درباره وحدت اندیشه میکند، درباره وحدت حکایت میکند، درباره وحدت روایت میکند، و بهترین انسان است. زیرا با تکرار میگویم که وحدت اساس زندگی، آسایش همه کار و رشد و پیشرفت جامعه میباشد. محض وحدت است که ما امروز در فضای آزاد و آسایشته زیر سیاست خردمندانه فرزانه ملت، اساسگزار صلح و وحدت ملی، پیشوای ملت زندگی به سر داریم. و ببینید که خلق تاجیک در طول تاریخ بارها با نامهربانی‌های تاریخ روبرو شده است و شکر قسمت، شکر بخت، شکر دانش و خرد این ملت که به هر باری اون افتادن و خستنها با دانش، با علم، با جسارت پاسخ گفته است و احیا شده است. دیگر برآمدکنندگان اوید به تاریخ این سنه مهم و پایداری آن سخن گفتند. قید گردید که وحدت ملی یکی از دستاورد بزرگ زمان استقلال دولتی محسوب یافته برای گسترش همکاری‌ها، رشد و پیشرفت کشور، تشکیل جایهای نو کاری، ترغیب ارزش‌های ملی، رونق بخشیدن به کارهای آبادانی و بنیادکاری، تقویت فعالیت در سمت‌های افضلیت‌ناک جامعه، بلند برداشتن مقام زن در جامعه، حمایه مرز و بوم کشور سهمی باسزا گذاشت. با تشبث اداره روزنامه خطلان در یکجایگی با کتابخانه ولایتی بخشیده به روز وحدت ملی یک کنفرانسیا تحت عنوان وحدت بقای ملت و همچنین مراسم رونمایی کتاب‌های تازه نشر اداره روزنامه خطلان که طول یک سال روی نشر آمده بود رونمایی کرده شد. 4 کتابی که محض با تشبث هیئت کارمندان ایجادی روزنامه به نشر رسانده شد، اینجا رونمایی کرده شد. در ادامه کنفرانسیا 4 کتاب تازه نشر صداقت به وطن، صداقت به پیشوای ملت، رسالت محرر، 50 ورق خنده، اساسهای تحریر متن ژورنالیستی معرفی گردیده. در آن سرمحرر روزنامه خطلان و دیگر سرمحرران نشریه‌های ولایتی، کارمندان روزنامه، کارمندان کتابخانه ولایتی، سابقه‌داران مطبوعات، نویسندگان و شاعران، مؤلفان کتاب‌های معرفی شده حضور داشتند. سرمحرر روزنامه خطلان مهمیت و مبرمیت موضوع‌های جای داشته را در کتاب‌های مذکور بیان نموده برای مطالعه به دایره وسیع خوانندگان توصیه داد و چند عدد این کتاب‌های تازه نشر را به کتابخانه ولایتی برای اخلاصمندان علم هدیه کردند. دیگر اشتراکداران اظهار داشتند که روزنامه خطلان مکتبی بزرگ است. تجربه آنها را آموختن و پیشه کردن کار مهم به حساب می رود، زیرا دایره علمی و روزنامه‌نگاری در آن رشد کرده است و مکتب مخصوصی خویش را دارا می باشد. در انجام این واخوری یک قطار سابقه‌داران مطبوعات برای همکاری و سهم گذاشتن در رشد وسایط اخبار عامه ولایت با تحفه‌ها قدردانی گردیدند.